توی این ویدیو میخوایم درباره درمان اختلال اضطراب جدایی با هم صحبت کنیم. با من همراه باشید. سوال خیلی از والدینه که آیا ما کودک را به مدرسه برگردونیم یا ببریم با همین حالت در واقع اضطراب جدایی یا نه. ببینید، حتما باید کودک به مدرسه برگرده. شما وقتی کودک رو به مدرسه نمیبرید، در واقع رفتار نرفتن کودک به مدرسه رو تقویت کردید. اگه خاطرتون باشه تو ویدیوهای قبلی گفتیم که کودکان دچار اختلال اضطراب جدایی 2 ترس عمده دارن. ترس اولشون اینه که مبادا والدینشون رو در آینده نزدیک از دست بدن و ترس دومشون اینه که مبادا اتفاق ناگواری برای خودشون رخ بده. ما در درمان به این 2 ترس کودک رسیدگی میکنیم. در مورد اول به والدین یاد میدیم که کارهایی رو انجام بدن که کودک مطمئن بشه که سلامت و ایمنی والدین همواره برقراره و والدین همیشه در کنار اون هستن. اقدام دوم در حوزه کودک هست. ما وقتی کودک رو به مدرسه میفرستیم و بعد وقتی میریم سراغ کودک و کودک برمیگرده، این یک آزمایش واقعیته. یعنی به کودک میتونیم نشون بدیم تو وقتی رفتی مدرسه و از من جدا شدی و برگشتی، هیچ اتفاقی برات نیفتاد. ترکیب این 2 مداخله در ابتدای اختلال اضطراب جدایی برای کودک خیلی کمک کننده است و کمک میکنه که شدت اختلال اضطراب جدایی کاهش پیدا کنه.